صاحبان شناسنامه‌های بیومتری در اوکراین از روز یکشنبه حق پیدا کردند بدون روابط به کشورهای اتحاد اروپا و منطقه شنگن سفر کنند. بخشیده به این حادثه در فرودگاه بوریسپول کیف برنامه هنری تشکیل کرده شد. اکنون هر نیم سال شهروندان اوکراین برای 3 ماه می توانند به بیشتر کشورهای اروپایی برای جهانگردی، دیداربینی پیوندان و یا شرکت در چهاربینی‌های فرهنگی و علمی و ورزشی بروند. با گفته تاتیانا ژداننکو چنین اقدام تصورناپذیر بود، هرچند پدرش اطمینان داشت که روزی چنین خواهد شد. او برای دیداربینی با دخترش که در خارج به سر میبرد روادید نگرفت و اشتباه نکرد. ولادیمیر مارتیننکو از پیدا شدن امکانیت‌های نو برای سیاحت خوشحال است. همیشه آرزو می‌کردم که شهروند جهان باشم. من را دائم یک فکر ناراحت می‌کند که چرا کشورها میان هم مرز گذاشتند. سفیر لیتوا در کیف ماریوس یانوکونیس نزدیک شوی طرفین را نه تنها برای اوکراین بلکه برای اروپا نیز عید نامید. نظام بدون روابط برای اوکراینی ها حق کار در اروپا را نمی‌دهد ولی برای ارزیابی امکان کار مانع ایجاد نمی‌کند. اجازه کار تنها با داشتن روابط کاری امکان پذیر است. روای آزاد به منطقه شنگن را ایسلندیا، لیختنشتین، نروژ و شویتزاری هم اجازه دادند. هرچند این کشورها عضو اتحاد اروپا نیستند. بریتانیا و ایرلندیا قاعده‌های خود را دارند و خواهشمندان برای سفر به این دولت‌ها باید روابط داشته باشند.